این برنامه از سوی بنیاد خیریه ابراهیم زاده برای شما تقدیم می گردد. پیغمبر بزرگوار اسلام جناب حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند صدقه پیش از آن که در دست نیازمند قرار بگیرد در نزد خدا میرسد. با نام یاد خدا و با عرض سلام تقدیم تمام شما بیننده های خوب تلویزیون می خوش آمدید به برنامه همدلی. در آخرین روزهای ماه مبارک رمضان باز هم ما آمدیم در خانواده فقیر تک شدیم که در این خانواده 3 نفر زندگی میکنند و مادر خانواده است، پدر همچنان پدری خانواده و یک طفل که 10 ساله است در خانواده زندگی میکنه و تنها نانآوری خانواده اما ناپدرش که مسن است سال بیشتر داره کار میکنه که از توانایی فیزیکی خوبی هم برخوردار نیست. آن هم در این خانواده ما قرار داریم بیشتر از زبان اعضای خانواده پرسان میکنیم با کدام مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و کدام مشکلات بیشتر در خانواده برشان رنج آور است. سلام مادر جان، میشه در مورد ای بگوین که در خانواده تان کدام مشکلات زیاد شما را رنج میده؟ این خودم مریض هستم، اونم رقم مشکل دارم دیگه، غریبی بیاولگی، اینم رقم زندگی است دیگه. مادر شما پیش از این که برنامه را ثبت کنیم یا هم پیش از برنامه بر من گفتیم که تقریبا 36 سال است من مریض هستم. مریضی هستیم که تکلیف معده داریم یا هم زخم معده داریم و تکلیف اعصاب داریم. این 36 سال چقدر براتون دردآور بوده؟ 26 سال چقدر براتون دردآور بوده؟ این 26 سال پیش دکتر مراجعه کردین یا نه؟ دکترها براتون چی گفت؟ میره قطعه و بکن میگه لایق خودم میکنم با دیگه میشینم دیگه نمرقم کرد. چند بار پیش دکتر رفتین به این مدت؟ زیاد رفتم. یک دفعه قرض قبول کردم پاکستان رفته، پاکستان گفت که ماما بیا، گفت نتونستم رفته دیگه. اینم اینجا میرم دیگه دستم رسایی کنی که پیسه که پیدا کردم میرم دیگه با تداوی میکنم با بحث میکنم با در خانه تنها شوهرتان کار میکنه؟ نانآور خانواده تان است یا نه خودتان هم میرین کار میکنه؟ نه ما هیچ در کوچه نمیبرایم، کار باریات مریض هستم تکلیف دارم دیگه. اینه بابیم دیگه اینه کار میکنه بیچاره اما میره دیگه. چند سالی هم دیگه موری کمر شده بود خانه خواب بود. اینه والا چند سال است در مکتب کار میکنه اینجا یک شکر است دیگه میشه دیگه. در جریانی که شما مریض هستین زخم معده هستین روزه گرفتین؟ من روزه میگیرم، دکترها میگن نگه، میگه ما میگیرم دیگه 1 سال نباشه 2 سال نباشه قهر خداوند میشه دیگه، مشکل است دیگه. با چه رقم میکنم میگیرم روزه دیگه، روزه در از ما خولاش دیگه. مادر با وجودی که شما روزه میگیرین غذاهای سنگین هم گرفته نمیتونین بخاطر درد معده در سحر؟ نه بله. چی بیشتر میخورین؟ پریزانه دارین؟ چیز خداوند دیگه یک برین جواب نک میکنم که ماس میخرم اینم دیگه میشه دیگه جان. شما میتونین با غذاهای سبک که میگیرین یا غذاهای عادی که میخورین سنتان هم زیاد است توانایی روزه گرفتن دارین؟ مجبور دیگه، خداوند گناه داره گفته میگیرم دیگه. یک رقم لوق میزنه میریم دیگه زوف لاش دیگه. نمازش تکایی میخونم یگانق نمازم خونده نمیتونم دیگه. خب در موردی بگوین شما پیشتر یاد کردین که خانه کرایی است. جان چند سال میشه در خانه کرایی زندگی میکنین و کرایش چند است؟ در روزه و دهن هستم پای بتر گناه داره آدم دروغ گفته. یک ایمان قضار هستم به دنیا 2 روزه دنیا هسته بچه من متاسفانه نیسته از ما یک ناخوان هیچ چیز نمیفهم. یک خداوند یک 5 وقت نماز ما میخوایم دیگه ناخوان هست دیگه آدم چی دروغ بگم. 12 سال است ما همون منطقه زندگی میکنیم یا اولی میشیم یا 1 سال شده اینجا ولی مثلا صاحبش کوچ بوده دیگه اولی کوچ میرم دیگه این رقم است دیگه. 12 سال ما زندگی میکنم.
چند از کرای خانه تان ماهانه چند؟ این 30,000 هستم. این 30,000 که باید شما عهده‌داری یک خانواده رو با عهده دارین، یک خانواده رو باید از نگاه غذا، لباس، خوراک، پوشاک همه چیز باید شما تقویت کنین. میتونین این 30,000 هم خود چی کنم دیگه؟ خداوند خودش مهربان شد، مجبور دیگه شکر میکشیم. من چی کنم دیگه؟ من متاسفم. خب همسایه ها با شما چقدر کمک میکنه؟ چقدر همکاری میکنه؟ نه خداوند خودش کمک کنه، خداوند خودش مهربان شود دیگه. ما بنده نمیخوایم، در خداوند میخوایم بچیم. بیننده های عزیز، وضعیت خانواده بسیار خراب است و وضعیت زندگی همچنان بسیار خراب است. با فقر و ناهنجاری های جامعه دست و پنجه نرم میکنه. این خانواده با مشکلات زیاد اقتصادی دست و پنجه نرم میکنه. اگر میخواین به این خانواده کمک کنین و مستقیم خودتان کمک کنین به شماره تماس 0794 54 54 56 به تماس شده مستقیم با این خانواده کمک کنین. مادر در موردی بگوین، شما پیشتر گفتین همسایه ها با ما کمک نمیکنه. دلیلی بگوین چند روزی به عید مانده چی آمادگی ها گرفتین برای عید؟ میوه برتان تیار کردین؟ برای دخترکتان لباس آماده ساختین؟ جان توانم نمیرسه دیگه، خدا مهربان شود دیگه. این دیگه آدم غریب دیگه چه رقم میوه قیمت، دانه قیمت خودتان میفهمید. همین خانواده رو بکنین، اولادی خانواده شوین تا یک گوشی از مشکلات خانواده حل شود و شما دعای یک پدر و مادر به دست بیارین. فکر کنین در دنیا و آخرت خار نخواست شدین. بیاین فرزندی خانواده شوین. اگر میخواین با این خانواده کمک کنین به شماره تماس 0794 54 54 56 به تماس شده و مستقیم با این خانواده کمک کنید. خاطره جان میخوایی داینده چی کاره شوی تا دست پدرت بگیری بتونی دوای مادرت بگیری؟ بله دوا همه مادرم بگیرم، دست پدرم بگیرم، کار کنه بتانه همه جور شوه. میخوایی چی کاره شوی داینده؟ میخوایی معلم شوی، دکتر شوی، چی میخوایی شوی؟ معلم. وقتی که مکتب میری میبینی همگی لباسای نو به تن داره، بوتای بسیار لکس و بسیار خوب پایش است. چی احساس میکنی؟ چی میگی؟ پیش خود چی فکر میکنی؟ در خانه میگی؟ در والدین چی میگی؟ دخترها میبینم بسکت چیزا میخدر ما همشه، کالای لسک میفشه، بوتا لسک دل ما همشه. بس وقتی که خانه میگی در پدر مادر چی میگی بیشتر اوقات؟ میگم منم کاش که قسم چیزا داشته باشم. باز اونا براتون چی میگن؟ همه میگه با منم دت میخرم. مادر پدر در مورد مشکلاتی که در روزمره در زندگیتان است بگوین. زندگی است. کار مزرعه مردم است که مردم کار مردم کنن تا ولی کار گاشتم. کار دک روز تر نمیشه. چی کار میکنین بر فعلا؟ برای پیران مزرعه من مکتب هستم. در مکتب چی کارا رو میکنه؟ یعنی جورب کاشه او جورب کاشه نمیست. پدر سنتان زیاد است، توانایی کار کردن نداری، نورم کارای شاقه، کارایی که طاقت فرسا است، جارو کردن است. همه جورب کاشه حوصله کردم گشتم دیگه کار ما مار کار کردم ازدقاتش خوب کار است دیگه. پیش از اینکه برین در مکتب کار کنین چی کار میکردین؟ مکتب کار کنم سال غلطای میکنم مار کاره باز کم غلطای میکنم. در مکتب مای چند ماش دارین؟ گفت پیشتر از خانمتان پرسان کردیم یه اولی هم کرایی است، شما 30,000 افغانی رو باید کرا بپردازین. مای چند ماش دارین؟ 5,000 5,900 است.
میشه این 5000 5500 شما را برسانه تا آخری ما 3000 هم باید شما کرای خانه بپردازین 2500 افغانی که میمانه شما 3 نفر هستین بخاطر زندگی کردن زنده ماندن باید غذا بخرین چقدر کنم قناعت کرده گشتم دیگه گوشناتشون موتور اول کرده دادم اصلی جایتان از کجاست پدر؟ در شولگر شلگر کدام خانه زندگی زمین نداشتین که آمدین خانه کرایی میشینین؟ وقت بعد کار نبود سال سوخته بود هر کس کار نیاب غرب اینجاست اونجا هیچ کس نمیده مزدور مردم کرد یک کار نمیده خاطر یک نگون کار میکرد اونجا خانه نداشتین؟ خانه داشتم خانه دست پدر ما برادرم مانده است حقتان ندادن برادر حق نداد زمین هم نداشتین؟ نه زمان شهری که بودی وقت مرده را پدر یک بوله زمان نداد برادرم خورده کشت نرفتین در دوایر دولتی حقتان نمیگرفتین شما هم فرزندی او پدر بودین نمیشه که شما در حالی که یک زندگی سخت و طاقت فرسا را دارین یک زندگی بسیار دشوار را دارین مشکلات زیادی دامنگیرتان است فرزند کلان که ندارین کار کنین برتان خودتان کار میکنین حق میراثی که از پدرتان مانده بودی را میگرفتین بخاطر هم میراث بگم که ما مرد جنگی میشه اما جور نمیه ما مرد میتر چابر جنگی میشه میتر بگه خلاص کنم پیش از که مکتب برین کار کنین شما گفتین کراچی داشتین یا هم در این یه غلطک دارم دیگه چیز ندارم کار او چه قسم بود روزانه روز چند پیدا میکردین پول بخاطر مصرف خانواده زندگی سر باشه کار باشه 100 روپیه بود کار نباشه 50 60 روپیه کار کنه می آمد بیشتر مادر یاد کردن که ما 26 سال است مریض هستم خانم پیش دکتر بردین دکترم برده دوسته که کار پیسه هم دکتر میاد فرض نمیکنم تو کار مارش کار چیز مورش نو شوالا همون مورش روی خوش که میکنم بهتر میکنم زخم میگرم بیننده های عزیز بیاین فرزندی خانواده شوین در ماه مبارک رمضان همدلیتان با این خانواده نشان بدین دست یاری بدین کمک کنین وقتی که شما دست یک فقیر میگیرین پس یک دستتان در دست فقیر است اما دست دیگرتان در نزد خداوند است پس چه خوب است که دستتان به دست فقیرا بدین تا دست دیگرتان خداوند جل جلاله بگیره بیاین کمک کنین یاری کنین با این خانواده که توانایی گرفتن میوه هند خدا نداره توانایی ایره نداره که بر اولاد خود یک لباس نو در عید و براده که ما همه روزه در تلاش ای هستیم که لباس خوب بگیریم یا هم انواع مختلف میوه‌جات در خانه خود بگیریم تا مهمان بیاید یا هم لباس‌های بسیار قیمتی و گزاف را میگیریم اما یک گوشه از زندگی ما را در ماه مبارک رمضان بیاییم تخصیص بدیم به خانواده های بی‌رضاعت خانواده هایی که فقیر هستند خانواده هایی که توانایی ایره ندارند که در شب و روز عید بر خود یک لباس تیار کنند یا یک غذای خوب داشته باشند پدر در موردی بگوین خودتان چی تکلیف دارین خودتان کمردر هستم یک دوباره بار دارم دور طرف شد کمرم مورش خطا خورد چند سال میشه به این مریضی دچار هستین؟ یا 3 سال 4 سال میشه در 3 سال پیش دکتر رفتین عکس گرفتین از کمرتان؟ گرفتم مویم گفت این برگه جور بیننده های عزیز بسیار جای تاسف است در ای که ما همچه خانواده های فقیر در کشور اسلامی داریم جامعه اسلامی جامعه است که برادر مسلمان دیگه خود حق داره بالای یک دیگه خود پس چه خوب است در ماه مبارک رمضان دستی خانواده را بگیرین دستی همدلیتان با این خانواده نشان بدین تا دست شما را خداوند بگیره پدر در موردی بگوین که خواستتان از کسایی که شما را میبینه کسایی که سرمایه‌دار است پولدار است توانایی کمک دارن چی است چی میخواین چی خواست دارین جای ندارم بخاره ندارم ایزم چوم ندارم زمستان خواستی خانواده و خواستی تمام تیم همدلی ای است که
بیاین این خانواده رو کمک کنین در ماه مبارک رمضان. شمایی که تجار هستین، شمایی که سرمایه‌دار هستین، شمایی که توانایی کمک دارین، بیاین به این خانواده کمک کنین و دست یاری بدین. من میخوایم این نردیم مریض هستم، باید چیزا کمک کنه، تداوی کنم، ثواب میشه در شمارم، در تجارایم. این ما میخوایم دیگه، توانم نمیرسه که ما این پیلن ما شهر ما تداوی کنم. این رقم هستم، نمیتونم دیگه. 26 سال هستم، من دوازیر تداوی هستم. یک ماه تداوی میکنم با علاج میتونم، 20 روز میکنم علاج میتونم. دست ما کار کرده که نمیتونم، ما این مریض هستم. این شعار میکنه بیچاره ویم دیگه. این رقم تکلیف دار است. میخوایم که این رقم زمستان میای چوب بکار، سیزون بکار، زندگی بکار است. این عید است، میوه دانه قیمت است. نمیتونم دیگه، تمام چیز قیمتی است دیگه. مادر، کمک هایی که از طرف بنیاد خیری عباس ابراهیم زاده صورت گرفته در ماه مبارک رمضان، ما هم رو در آوردیم و بر شما که در ماه مبارک رمضان یا هم ایدی که پیش رو دارین از استفاده کنین. تشکر، زنده باشین. این مثلا کمک میکنه ابراهیم زاده است، چیز است. این رقمیات دیگه تشکر میکنم. زنده باشین، خیر ببینین. زیاد تشکر میکنم دیگه. زنده باشین، دور باشین. تشکر، زنده باشین. اینا کمک باید بکنن دیگه. اینا غریبی ها مثلا حوله ندارم، زندگی ندارم، تا که کوچم پشتم است دیگه. این دیگه این رقم کده گشتم دیگه. ما میخوایم که یک زندگی باشه آدم ذاته، تا که آدم هر سال یک کوش کنه. نه آدم غریب چی رقم کنه؟ نمیتونم دیگه. ما میخوایم این رقم. تشکری، زنده باشه. خیر ببینید. یک تشکری خاص از آقای عباس ابراهیم زاده و بنیاد خیریشان که در ماه مبارک رمضان کمک های خود دریغ نکرده به خانواده های فقیر. شما هم بیاین مثل آقای ابراهیم زاده و بنیاد خیری ابراهیم زاده کمک کنین در ماه مبارک رمضان. همدلیتان با خانواده های فقیر بی وضاحت بیچاره نشان بدین. فرق نمیکنه که به این خانواده کمک میکنین یا خانواده های دیگه. فقط هدف ما این است که نهادینه بسازیم فرهنگ کمک در جامعه خود و همچنان شما اگر احوالی بگیرین از همسایتان، از اقاربتان که توانایی خوردن یک لقمه نان درست نداره، برشان کمک کنین، دست یاری بدین. تا دیدار بعد شما را به خداوند یکتا و بی‌نیاز می‌سپارم. این برنامه از سوی بنیاد خیریه ابراهیم زاده برای شما تقدیم گردید.